خب 3 2 1 اسکرینم که شیره. میخوایم با هم دیگه تست چیز بزنیم، میخوایم با هم دیگه تست بزنیم و یکم بخونیم و در حد همین نکته و اینا برداریم از مبحث سنگای کلیوی. از قبل عذرخواهی میکنم بابت خستگی صدای من. خب بذار ببینم که ما میتونیم اینجا از این قلمه استفاده کنیم. بله، اینجا بهمون یه قلمی داده که بده دیگه. چه خوب. پاک کنیم چجوریه؟ چرا من ندارم؟ اگه دارین چیزی میکشین؟ آره رو صفحه دارم چیزی میکشم، نمایش نمیده. من نه، من نمیبینم. چقدر حیف. بزن درستش میکنم. خب بریم شروع بکنیم. کدام ریس فاکتور تولید سنگ کلیوی کلسیومیه؟ ببین برای بعضی از سنگا ما این سری ریس فاکتورها داریم که شما باید اینا خیلی خوب بلد باشه. خب مشترک آه. ریس فاکتور انواع سنگا چیه؟ کلا سنگ کلیه رو کسی میگیره که مصرف مایعاتش کم باشه. پس مایعات کم اگر تو مهم. گزینه‌ها باشه همیشه ریس فاکتور همیشه بابا میخوام میمشو بکشم ولم کن. مایعات کم ریس فاکتور چیه همیشه خواهم. بعد یه چیزی که همیشه توی چیز میگن برای سنگای کلن سنگای کلیوی اینه که میگن آقا شیرمز خیلی خوبه. شیرمز برای سنگای کلیوی خیلی خوبه. چرا؟ تو شیر چی داریم؟ کلسیوم داریم. کلسیم، آفرین. تو موز هم پتاسیم داریم. پتاسیم. پس ما اگر یه نفر سنگ کلیوی کلسیومی داره به این معنا نیست که کلسیوم زیادی خورده. احتمالاً چیزی که این کلسیومه باید بهش میچسبیده که سیتراته. این چرا اینجوریه؟ چه چیز مزخرفیه. اصلا تا به حال ندیده بودم اینا. چی؟ ببخشید. بعد نه. یا موزه یا باید پتاسیم داشته. یعنی اگر طرف پتاسیم کم داشته تو رژیم غذاییش یا کلسیم کم باشه جز ریس فاکتورای اکثر سنگاست. حالا مهم. تو سنگای کلیوی دونه دونه گزینه‌ها رو بخونیم ببینم گزینه‌ها رو میشه علامت زد. نه نمیشه علامت زد. الان میشه علامت زد. خب های یورینری سیترات. وقتی توی یورین تو ادرار سیتراتمون زیاد باشه سیترات با کلسیوم بایند میشه. وقتی با کلسیوم بایند بشه نمیذاره که سنگ کلیوی ایجاد بشه. پس این خوبه. اوکی، این مهم. خوبه، ریس فاکتور نیستش. آها. های دایتری پتاسیم میگه رژیم غذایی پر پتاسیم. خب گفتیم این جزو شیرموزه دیگه. لو دایتری سدیم اینم خب چیز خوبیه. برعکس شیرموز هر چیز دیگه ای که زیاد بخوریم سنگای کلیویمون رو زیاد میکنه. مثلا سدیم، کسی که نمک زیادی آها. میخوره ریسک سنگای کلیوی داره. حالا اینجا میگه لو دایتری سدیم یعنی سدیم کمه رژیم غذایی. خب اینم خوبه. لو یورینری والیوم یعنی حجم ادرار کمه، طرف مایعات کمی مصرف مایات. میکنه. اصلا این گزینه جواب هیچ ربطی به نوع سنگ تو این سوال نداشت. ندار. اوکی، حالا بریم بخونیم چی میگه. میگه 80% سنگای کلیوی 80% سنگای کلیوی کلسیومیان. به یاد تمام اتباعی که در اصفهان زندگی میکنن با این لهجه. میدونی چیزن دیگه اصفهانی که اینا اصلا جزء ایرانیا نبودن اصلا. اینا با مغولا وارد ایران شدن. حالا شما رابطتون با اسپانیا خیلی خوبه. خیلی اصلا عاشقشونم. خیلی ما خیلی دوستشون داریم. خیلی خب. خب. 80% سنگای کلیوی کلسیومیه. اکثرشون اگزالات کلسیوم و ایناست.
حجم ادرار پایین، بالا بودن اگزالات، بالا بودن کلسیم ادرار، به شرط این که این دومی شرطش پایینیه، یعنی این دوتا شرط با همن. طرف یه بار چاق. دیگه میشه سیترات رو توضیح بدین؟ ببین کلسیم با سیترات بایند میشه، دفع میشه. کلسیم با کلسیم سیترات. اوکی. آها اوکی کلسیم با اوکی اوکی سیترات هم میشه. وقتی که دوستش نباشه خب تنهایی اوکی. میشه، این کلسیم ها میچسبن به هم دیگه میشن سنگ. اوکی. پس ما باید سیتراتمون اوکی بالا اوکی. باشه. اگه پایین باشه کلسیم ها تک و تنها میشن، میچسبن به هم دیگه. دیابت و هایپرپاراتیرویدی. و هایپرپاراتیرویدی یعنی چی؟ هایپرپاراتیرویدی یعنی کلسیم خیلی بالا، بیشتر از سیترات. کلسیم بیشتر از سیترات. ببین همش این میشه، پایین بودن سیترات. بله. ببخشید، وقتی که سیترات ادرار زیاد باشه یعنی سیترات خون کمه دیگه، این سیترات بدن کمه، نه درسته؟ نه 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 نه، ربطی به اون نداره. ربطی به اون نداره. ببین تو هر آها چقدر سیترات بخوری بدنت هم به همون اندازه سیترات دفع میکنه. اینجا ما بیماری کلیوی نداریم ما. آها اینجا ما بیماری کلیوی نداریم. یه نفر نمک ادرارش زیاده، کلیه‌ش هم سالمه، پس نمک خونش زیاده. اوکی. یه نفر آها پس ربطی به این نداره که بگیم چون نه دفعش زیاد آفرین، شده. پس تو خون کم شده. اینجوری نیستش. اون تو بیماری آره آره هاییه که خود کلیه اوکی. درگیر باشه. اینجا این استدلال پاسخگو نیستش. آفرین. یه نفر فهم. مثلا یه نفر میگم مثلا یه آنتی بیوتیکی تو ادرارش زیاده، پس تو خونش هم زیاده. اینطوری به هم دیگه وصلن. آها فهمیدم. نقرس و کلیه با مدولاری اسفنجی. و این مدولاری اسفنجی اتفاقا هفته پیش واسه بچهای رزیدنسی داشتم درس میدادم، یه کد خیلی باحالی ساختیم، چون تو یکی از آزموناشون سوال داده بودم غلط زده بودن. مدولاری اسفنجی یه بیماری کلیویه کیستیکه که معمولا خیلی ارثی نیستش، خیلی شانسی گرفته میشه، مثل باب اسفنجی بی پدر مادر. تو مام بابای باب اسفنجی یادت میاد؟ اصلا نداشت. نه آفرین. پس میشه باب اسفنجی بی پدر مادر، ارثی نیستش. یه نکته مربوط به مدولاری اسفنجی. یه نکته دیگه این که معمولا هم سنگای کلسیومی هن. حالا ما گفتیم چجوری تصورش کن. یادت یه قسمت باب اسفنجی یه سنگه بود، هی میکوبید به دیوار. سنگ نبود، توپ پینگ پونگ بود. داشت تمرین میکرد، میخورد به دیوار، برمیگشت میگفت اکه هی. نه یادم نیست متاسفم. آره حفشه. یه سکانسی بود این باب اسفنجی مثلا داشت توپ پینگ پونگ بازی میکرد، میکوبید به دیوار. خب این دیوار میخورد به گچ دیوار، گچ دیوار هم میریخت دیگه، گچ دیوار میشه کلسیوم. گچ کلسیوم دیوار، باب اسفنجی، سنگه یا توپه، اینا همش بی پدر مادر. آره بی پدر مادر، ارثی نیستش. حالا اینجا دیگه مثلا گفته سنگای کلسیومی اینا، هر کی حوصله داشت بره اینجا رو بخونه. من هیچ وقت نمیفهمم اینجا چی میگه. مثلا این من نمیخونم. مردان دفع ادراری بیش از این، خب این هست، این میده نمیده، این باعث این میشه، این باعث این میشه. اصلا رابطه هاش آدم، من خودم خیلی با اینجور چیزا حال نمیکنم. بعد یادت میره مثلا چون همه اینا رو تو گزینا میده طرف، غلط نیست. این به در کسی میخوره که خونده تو لحظه آخر میخواد مرور بکنه، که اگه یه کسی لحظه آخر میخواد با مایند مپ مدوفست مرور بکنه، یعنی دیگه خیلی خاک بر سرشه. یعنی تو خوندی خلاصه واسه خودت ننوشتی، اومدی از مایند مپ هوش مصنوعی ساخته شده این پشمک داری استفاده میکنی، دیگه خاک بر سره. خب بعدی کدام یک از کریستالای زیر در ادرار به صورت روزت و رادیولوسنت می باشه؟ اگه اشتباه نکنم استرووایتی بود. خب خیلی یادم رفته، ولی اگه اشتباه نکنم استرووایتی بود که میگفتیم روزت، میگفتیم که یا یوریک این اسیدی بود. پاتولوژیه؟ نه این سنگای ادراریه. این مبحث سنگاست. آره یا استرووایتی بود یا یوریک اسیدی بود. یوریک اسیدی. یکی از این دوتاست. حالا بذار جوابو بزنیم ببینیم. آره یوریک اسیدی بود. سنگای یوریک اسیدی چند تا چیز باید بلد باشی. این سنگای یوریک اسیدی معمولا یوریک اسید خون نرماله، یعنی ربطی به اسید خون نداره. معمولا غیر اوپکن. یعنی چی؟ در کیوبی دیده نمیشه. کیدنی یورینری، این بیش بود بلادر. کیدری یعنی یورینری بلادر، یعنی اگه اشتباه نکنم کیوبی یعنی چی؟ یعنی یه گرافی شکم. کیوبی یعنی چی؟ گرافی شکم. گرافی شکم میگن. میرن از شکم طرف یه عکس میگیرن، تو اون عکس استخونا و بیشتر استخونا مشخص میشه. حالا اگر کنار این استخونا
یه نقطه سفیدی هم دیده بشه میگن این سنگه. به اون سنگه میگن اوپک. فرض کن اونجا یه چیزایی با هم دیگه آها. کنار هم دیگه پک شدن، نگاه میکنیم میگیم اوپک. وقتی یه جایی یه چیزایی کنار هم دیگه کلسیفیه شده باشن در واقع میگیم حالا این میگه غیر اوپکه، یعنی وقتی عکس میگیری تو عکس هیچی مشخص نمیشه، یعنی طرف سنگ داره نمیشه. ولی تو عکسش چیزی آها، نیست. سنگای اوریک اسیدی شکلا که مشخص نمیشن آره تو. تو عکس چیزی نیستش، تو عکس به درد نمیخوره. آره. با اشکال مختلف رومبوئید و روزتن. من یه کدی واسش گذاشتم یادم نمیاد، بذار ببینم الان جزوام کنارمه. اسید اوریک، روزت، رومبوید. ببین روزت شبیه نمای چیز دیگه، گل روزه. گل رومبوید کریستالی شکل بود. رومبوید کریستالی شکل بود. آره آفرین. چی لوزی شکل. رومبوید میشه آها لوزی آها. شکل. آره. رادیولوسنت هم یعنی چی؟ یعنی خیلی خیلی لوسه. تو عکس رادیولوژی دیده نمیشه، نمیاد تو عکس. نمیشه. آره رادیولوسنت آها. لوسن اینا. رادیولوس. لوس آفرین، لوسن تو عکس نمیاد. ریس فاکتوراش چیه؟ ادرار اسیدی، دهیدریشن یعنی مایعات کم مصرف میکنه، هایپر اوریکوزوری مصرف پروتئین حیوانی، دیابت، چاقی، تقریبا مثل قبلی است. خب حالا درمانش چیه؟ درمانش قلیایی کردن ادرار به واسطه سیترات پتاسیم. نگاه کن، میگه به مریض سیترات بده و پتاسیم بده و استازولامید. اوکی که آها، ادرار همون چیکار باند میکنی؟ شدنه. آفرین. آره. استازولامید چیکار میکنه؟ خون رو اسیدی میکنه. استازولامید اسیدوز. استازولامید اسیدوز میبینی توش هست مثلا اسیدوز. آها، برای همش اسیدوز هست. خوبه. واژه‌های اسیدوز تو خون ایجاد میکنه. وقتی تو خون اسیدوز ایجاد میکنه یعنی ادرار رو قلیایی میکنه. اسیدوز. آره. آها اوکی اگه فهمیدم. ادرار خیلی اسیدی باشه سنگ ایجاد میشه. طبیعیه دیگه. ادرار خیلی اسیدی سنگ میکنه. و آلوپورینول در صورتی که بیمار هایپرگلیکوزوری داشته باشه. حالا اینا دیگه مهم نیست. اینجا یه چیز خیلی قشنگیه. آلوپورین برای نقرس بود. آره آفرین باریکلا. خب نگاه کن اینجا میگه که این مثلا شبیه گل روزه، رادیولوسنته. بعد این عکس کریستال تو ادرار با میکروسکوپ دارن نگاه میکنن. این عکسای میکروسکوپیه. رادیولوسنت پولومورفیکه، یعنی شکل‌های مختلف داره. اغلب صفحات لوزی شکل یا گل مانند، روز شکل مانند. خب بعد یه کد بود میگفت روزت گل شبت شاش. روزت گل شبت اوریک. ببین اوریک از شبیه ادرار دیگه. خب این شبت رو یادم نمیاد. تو شب دیده نمیشه، میشه روزت گل. آها، رادیولوسنت دیده آره نمیشه. الان یادم اومد راهش. آره گفتم خدای من اینو نسیت کردم. روزت گل شبت آره بی معناست ولی خب پس میشه روزت یا گل مانند مال چیزه. شبت شب یعنی که دیده نمیشه. رادیولوسنت لوسه، شبا بیرون نمیاد، تو عکس دیده نمیشه. شاش هم که میشه اسیدوریکی دیگه. ادرار خیلی قلیایی، ادراری که خیلی زرد و مثلا فلان، این اسیدوریکه، مثلا اسید خونت بالاست. این از بعد ما تا الان کدوما رو یاد گرفتیم؟ سنگای کلسیومی، 2 تا سنگ کلسیومی یاد گرفتیم. سنگ استرووایتی حالا میریم جلوتر بهت میگم، و سنگای سیستینی. خب سیستینی 6 تینی. سیستین 6 تین، 6 وجهی. اکثرشون اکثرشون اوپکن. میبینی همشون اوپکن. تنها کسی که لوسه همین شبت شاشه. حالا همشون اوپکن یعنی همشون تو عکس دیده میشن. بریم سوال بعدی. میشن. مشاوره اورولوژی برای بیمار با سنگ کلیه برای همه افراد زیر توصیه میشود بجز سنگ کلیه با اندازه بیشتر از 6 میلیمتر، عدم پاسخ به درمان حمایتی، سپسیس در سنگ ادرامی، قطع جریان ادراری. خب به نظر خودت کدومه؟ مثلا یه نفر ادرارش نمیاد، یه خب این نفر مشاوره دچار اورولوژی عفونت، میخوام. یه نفر دچار عفونت شده، سپسیس یعنی رفته تو اینم شوک داره میخواد. جونش در. یه نفر هر چی به هیچ درمانی جواب نمیده.
این هم میخواد دیگه میخواد. حالا درمان یه نفر بیشتر. مثلا سنگش مثلا سایز 6 میلی متره، حالا خب چیکار کنیم، مثلا منم سنگ دارم مثلا 10 میلی متر. آره موافقم، یکی نمیشه. آفرین، باریکلا. اینجوری باید میشه، اکثر تستا رو باید اینجوری بزن. اندیکاسیونا شکست در میگه کی بفرستیم. اورولوژیست یعنی چی؟ اورولوژیست یعنی جراحی، یعنی سنگ شکنی. ببین تو پزشکی میگن اگه یه مریضی سنگ داره یا بذار خودش دفع کنه، یا دارو بهش بده مجرای حاله بهش گشاد شه دفع کنه، یا اگه دیگه خیلی درد داره مثلا یه سوندی چیزی واسش بذار. خب ولی اگر یکی از این موارد زیر بود دیگه باید جراحی بشه و جراحیش هم کار اورولوژیسته. پس میشه اندیکاسیون ارجاع به اورولوژیست. این ارجاع به اورولوژیست به این معنی نیست که ما بلد نیستیم به عنوان یه پزشک عمومی مثلا کاری انجام بدیم، نه، به این معنی است که اورولوژیست باید یه کاری انجام بده. شکست درمان حمایتی، همون راهگشاد کنا. اوکی. اختلالات آناتومیک، آقا این سنگه یه جا گیر کرده، اختلال آناتومیک داره این یارو، این سنگه یه جا گیر کرده، هر چقدر بدی تغییر نمیکنه. قطر بیشتر از 1 سانت، میگه کل این لوله مجرای ادراری تو خب 9 میلی متره، مثل کلت 9 میلی متری، شنیدی؟ کلت های 9 میلی آره متری. آره؟ آره آره. او فیلم پلیسی زیاد میبینی؟ آره مثل کلت های 9 میلی متری. خب این کلت 9 میلی متری یه چیز 10 میلی متری رد نمیشه ازش دیگه، پس این 10 میلی آره متر قطرش باشه بیشتره. اصلا رد نمیشه. خب هر جایی هم بود، اصلا تو مثلا دیدی وسط گیر کرده، خب این دیگه تا همونجا هم که اومده پاره کرده. عفونت یا انسداد، این یاه نمیدونم سپسیس. چرا طرف عفونت کرده یا گیر کرده، خب دیگه گیر کرده دیگه کارش نمیشه کرد دیگه، پشتش هم ادرار جمع شده. آنوریک شدن بیمار، انسداد دیگه، قطع ادرار، این هم دوتاست. AKI یا آسیب به کلیه دیگه، داره با کلیه آسیب میزنه دیگه، این است. حالا درمان سنگ کلیه و مداخلات و میخوام اون چیزا هستش اینجا، مشاوره، پیشگیری، مداخلات جراحی، درمان رنال کولیک. میگه انسید یه مسکن بهش بده با یه نارکوتیک، یه مخدر، یه انسید با مخدر. میخوام اون یکی داروه هست راهگشاد کنه. اون روزی که بچه‌م گفت داروش حذف شده، فکر کنم آلفا بلاکر بود، فکر کنم اگه اشتباه نکنم، اگه اشتباه نکردی. خب بریم بعدی. حلالیت تمام کرستالای زیر تحت پهاش ادرار قرار میگیرد به جز، میگه ببین همه اینا خب اگه پهاش ادرار رو کم و زیاد کنی این سنگا کم و زیاد میشن به جز یکیشون که میشه کدوم؟ اوگزالات کلسیوم. این دیگه سنگ کلسیومی نیست، این بیشتر سنگ اوگزالاتیه. اوکی، سنگ کلسیوم بیشتر سنگ فسفات کلسیوم، ما میگیم کلسیوم فسفات، کلسیوم فسفات. اوکی، سنگ کلسیوم فسفات اینجوری میگیم. خب کلسیوم فسفات. ولی این گفتین چرا اینطوریه؟ سنگ کلسیومی بیشتر سنگ کلسیوم فسفور، حالا بهش کپک هم میگن، بنویسی کلسیوم فسفور بنویسی میشه چی؟ کپک، سنگ کپکی بهش میگن. خب کلسیم فسفر. کلسیوم فسفور. آره آره. حالا این اوگزالاتیه چی جوریه؟ این اوگزالاتیه دائما میخواد اگزییت کنه، اوگزالات اگزییت، هیچ ربطی به پهاش نداره. نداره. اوکی، روزت گل شبت شاش. آفرین. فقط میگه سنگ کلسیوم اگزالات کاری به پهاش نداره، چه تو اسیدی چه تو قلیایی دفع میشه. اوکی، کدوم سنگ 6 وجهی بود؟ شیش دینی، بگو 6 وجهی یا سیستینی. سیستینی. آفرین. شیشتینی. کدوم سنگ بود که رادیو اوپک بود، یعنی رادیو لوسنت بود، دیده نمیشد؟ همون اولیه چی بود؟ تو شب بیرون نمیومد دیگه، اسید اوریک، شاشیه دیگه، شبت شاش، روزت گل، روزت گل شبت شاش، مال سنگ اوریک اسیدی بود. اوکی. اوکی اوکی. آقای 45 ساله به علت حمله دوم دفع سنگ کلیه ارجاع شده در بررسی آزمایشگاهی هایپوسیتراتوری داره، یعنی سیتراتش کمه. خب کدوم سنگو میگیره این بدبخت؟ سیتراتش کمه. اگزات کلسیوم دیگه. آفرین، باریکلا باریکلا. این از این. دقت کردی؟ دیدی چقدر شیرینه؟ دیدی با خیلی
آدم درست پیکاپ کرده باشه، 4 تا نکته اصلی درست بلد باشه، میتونه همه رو بله جواب بله بده. بله. حلالیت تمام کریستالایزی تحت پH بجز. دقت کردی سوال تکراری بود؟ تکراری آره. بودن. یعنی همش تکراریه، یعنی هیچ سوالی نیست جدید طرح بشه. کلا من همیشه میگم عبور چی؟ فوش شدی؟ شنیدی؟ فوش داد؟ نه. خب بگو جواب. اوزات کلسیم. آفرین. همیشه اگزیت میکنه، مثلا کاری نداره. آها، این کلسیم فسفر قلقلیه. ها چی؟ قلقل میشه قلیایی. قلقل میشه آها کلسیم آها. فسفر. حالا فرض کن یه ادراری خیلی داره قلقل میکنه. قلقل که میکنه یعنی دیگه کپک زده. قلقل کپک. کبکی. کپک قلقل. بله. قرقر. میگه ادرار حل. اگر قلیایی باشه کلسیم فسفات به وجود میاد. مهم. درمان سنگ اسیدوریکی، سیستئینی و مثلا باقی درمانش چیه؟ اینا تو ادرار اسیدی ایجاد میشن. پس ما باید به مریض یه استازولامید بدیم که اسیدوز ایجاد بکنیم تو خونش که قلیایی بشه ادرارش، که سنگ تشکیل نشه. اوکی؟ به کسی که ادرارش اسیدیه، اسید اوریک و سیستین، بهش استازولامید میدی. اوکی. آره برکن. کدام یک از موارد زیر تست تشخیصی استاندارد جهت بررسی وجود سنگ کلیوی است؟ تشخیصی استاندارد. گلدن گرافی استاندارد. ساده. ببین من فکر میکنم که ایوبیه، ولی هی ته ذهنم داره میگه این سیتی خیلی داره گولمون میزنه. این دارم کیوبی همون اول گفتیم. آره این کیوبی کیدنی یورین برنردر اگه اشتباه نکنم، گرافی ساده شکم، اکثر سنگا توش در میاد، ولی چرا احساس میکنم سیتیه. نمیدونم چرا ته ذهنم انقدر تست زدم، ته ذهنم میگه سیتیه. بزنی؟ بله. اوه. ببین انقدر، پشما. بله انقدر باید تست بزنی که این اتفاق بیفته که تو با منطقت بگی اینه، ولی بگی انقدر تست زدم که جواب اینه. متوجه نه. شدی؟ دیدی فرق من با یه دانشجو عادی آره. چجوریه؟ میگم انقدر تست زدم. You're God. یس. میگه سیتی اسکنه. قررش کنم. آره قرمزم کرده. میگه آقا سیتی اسکن بدون تزریق ماده حاجب میخوای چیکار؟ مگه میخوای بری رگ ببینی؟ ماده حاجب واسه رگه. اینجوری یاد بگی. ماده حاجب واسه رگه. سیتی. ماده حاجب هم کنترکته. آفرین آره همونه. میگه آقا سیتی اسکن که خب میخوای این میگه بکنی. آره سیتی اسکن که میخوای بکنی فلان. میگه سنگای ایندیناویری، بهش میگن سنگای هندی، ایندیان. این سنگای ایندیناویری هم تو سیتی دیده نمیشه. هندیا تو شهر دیده نمیشن دیگه. تو آها. تا بالا تو شهر هندی دیدی؟ آها. نه واقعا، نه واقعا. مثلا میگن یه قبیله از این هندیایی که مشکلات مادرزادی ژنتیکی داشتن، در طی مهاجرت به یه سری مناطق کوههای آلپ تبدیل میشن به اولین به اصطلاح شجره‌نامه های اسپانیا. ام‌آرآی اصلا در تشخیص سنگ کلی استفاده نمیشه. ام‌آرآی نهایت واسه کمرش. مثلا مامان میاد مامان جون یه ام‌آرآی واسه کمر مینویسی، مثلا ام‌آرآی واسه کمر بنویسم خوب میشی یعنی. کلا مبحث سنگ کلیه سونیه. آره سیتی کلا خواستی پیدا کنی یه سونو عکس گرافی بگیر که خیلی بهترین چیزی که بخواستی پیدا کنی سیتیه. کیا بودن تو شهر دیده نمیشدن، تو سیتی دیده نمیشدن؟ چیز ایندیان. هندیا. هندیا. آفرین آره. این سوال هم ندید میگیم چی؟ سیتی دیگه. میگه یه نفر اومده درد داره، خب پس سنگه. میگه بهترین روش تشخیص چیه؟
سیتی بدون کنتراست. باریکلا. در صورتی که ما تا الان کیوبی رو خوندیم فکر ولی دیگه می‌کردم نباید گول اینو کی‌بی. بخوریم. آره. آره. خب این از سیتی بریم ادامه. چند تا سوال شد؟ 9 تا. ببین از هر مبحثی 10 تا سوال بزنید دیگه کل اون مبحث دستت اومده. در فرد مبتلا به نفرولیتیازیس. لیتیازیس، ببین لیته یعنی هر جا ترشی لیته شده یعنی سنگ شده. کل سیستولیتیازیس، فلان جا لیتیازیس، جاده فلان لیتیازیس یعنی سنگ هست، سنگای اونجا. نفرولیتیازیس یعنی سنگای کلیوی. کدامی که از توصیه غذایی زیر مناسب نمی باشد؟ یعنی سه خب تاش خوبه. افزایش در مایعات که خوبه، خوبه؟ کاهش دریافت پروتئین هم خوبه واسه نمیدونیم، تو. این پورینه داداش، پروتئین نیست. خب آها ببخشید. کاهش دریافت کلسیم غذایی فکر کنم خوب باشه. کلسیم کم بخوره؟ شیرموز؟ آها نه ببخشید گفتین که شیرموز خوبه. خب پس همینه دیگه، غلط هم. پس همون میشه. آره آره. کاهش دریافت سدیم، آره دیگه سدیم کم بخوره. مهم. پورین هم همون بازای عالی پورین پیریمیدینای نوکلئوتیداست. آره میگه مهم. غذای گوشتی هم خیلی نخوره، همون معادل شاید مثلا پروتئین بشه واقعا. آره. آفرین. دیگه چی؟ یه سوال دیگه هم بزنیم اگه موافقی. آها، مهم. استگافون. میگه یه خانوم 30 ساله اومده با سابقه عفونت ادراری مکرر، شکایت درد پهلو، سنگ حاله به شکل شاخ گوزنی. چه کریستالایی دیده میشه استگافون؟ اینا چیزن، یه کسی رو فرض کن دارن با تابوت میارن، خب مهم. بعد رو این تابوته کله مثل شاخ گوز گذاشتن روش، اوکی. مهم. بعد میگن چرا مرد؟ میگن بدبخت عفونت ادراری داشت، اوکی. یا کافی خیلی اوکی. میخورد، قهوه زیاد میخورد. کافی، مهم. قهوه، استگافور، خیلی سگشه. ببخشید این استگاف هورن. هورن که میشه شاخ، استگم که میشه گوز دیگه، عفونت گمه. ادراری. آره حاله. پس چجوری حفظش بله. میکنیم؟ شاخ گوزنی، سنگای عفونی، یا استرووایتی هم بهش میگن. تابوت. استرووایتی، آره. استرووایتی یعنی سفید پوشیده بود دیگه، خب یعنی کفن پوشیده بود دیگه، مهم. کفنو. کفنش بزن. آره کفنو سنگ عکس شاخ گوزی، یا در تابوت هم بهش میگن. خیلی قهوه میخورد بدبخت، عفونت ادرار گرفت اینا. حالا این یکی هم دیگه خودت بخون دیگه، مثلا اگزیتی، اونایی که میخوان از باشگاه برن بیرون چک میکنن ببینن دنبل با خودشون ببرن یا نبرن دنبل مثلا. دارم. سوزنی میشه اسیدوریکی، این که مشخص میشه خیلی زای است. کریستالای مهم. پاکتی شکل هم که همون اگزالات کلسیوم دیهیدراته. آره. حالا معمولا اینجوری میگفتن، میگن آقا دنبل رو یه دستی بزن چون این مونوهیدراته این دیهیدراته، جفتشون کلسیوم اگزالاتیه. ولی پاکت پاکت، رو دستی باز کن. آفرین. یا مثلا میگم پاکت نامه بین دو نفر جابجا میشه. مهم. پاکت دنبل رو یه دستی بزن، پاکت مثلا بین دو نفره، یا دو دستی باید یه پاکت نامه رو باز کنی، یه دستی نمیشه که. کدام یک مهار کننده تشکیل سنگ نمی باشد؟ و حالا سیترات خوبه، مهار میکنه. پروکلسیتونین، استوپونتین و منیزیم، اینا همه خوبه. فکر کنم پروکلسیتونین بود اگه اشتباه نکنم، یا استوپونتین بود. بین این دوتا شک داشتم. مال کیه سوالش؟ او دی 97 بود. اینم مهمه، این ممکنه سوال بده. اینم من چند بار دیدم اینو سوال میدم، این خیلی مهمه، اینو هایلایت کردم برات بعدم بخونش. چه میگه؟ موارد زیر که در ادرار وجود دارد مهار کننده ساخت سنگن. استوپونتین با پتک میزنه استوارا رو میشکونه، استوپونتین، پتکو استو. سیترات مهم. با کلسیوم باین میشد. منیزیم، مهم. منیزیم با همه چی باین میشه. مثلا اینجور بگو من به همه چی میچسبم. منیزیم بگی من دیگه. درست. پیروفسفات، یه پیرفسفر به همه چی میچسبه. و تام هورسوال هم میگه به همه چی، به تمام تام همه چی رو رحم نمیکنه و به همه چی میچسبه، میتون. اوکی. حالا اوکی. من اگه خواستم امتحان بدم میام چیکار میکنم؟ میرم اینجا، میرم کجا؟ میرم هایلایت ها.
تو هایلایت ها میرم مبحث نفرولوژی بیا اصلا خودش مشخص کرد. میگه دادا از سنگای کلی آخرین چیزی که برداشتی اینا بوده، یعنی از آخر به اول میری. اینو خوندی، حفظ بودی، بلد بودی، پاک میکنی یا میری تو سوالش. دوباره بعدی میگه سیتی برای سنگ این دیناویری سیتی خوبه. دوباره میری بعدی اندیکاسیون اورولوژیست میفرستادیم کوشش. آها اون پایینی ها رو چون برنامه‌نویسیم نشون باید نداده. بریم. آره. آره اشکال نداره. گفتیم 80% سنگا کلسیومیه. کلسیوم ادرار، پایین بودن سیترات و این کوفتیا مثل باب اسفنجی اینجوریه. بعد دخترم قلب که خونده بوده مثلا مکس سینوسی و اینا برداشته، نفرولوژی آسیبه هات. باری کلا پس تو واقعا درس خوندی، یعنی وقتی بهت میگفتم برو بشین بخون واقعا خوندی، پیکاپ کردی. میخونده. فارما، عفونی، عفونی میدونی چیه دیگه؟ عفونی میگن، اون اوف نیست. منم چقدر دارم افونی خود چیز کردم. آره لارا، نورولوژی، لارای آره عزیزه. آره روان. زمان نداریم فکر کن. چرا روان عزیز. آره اینطوری میبینی اینا رو مثلا چیز کردی، آخرش که خوندی، آخرش که خنده، من نگاه کجوری حرف زدم، آخرش که خنده قنومت که فلان. امروز کدوم روستا رفته بودین دکتر؟ وای عکس و فیلمش رو یادم بندازد، من نمیدونم چی بود. بچه‌ها گفتن آقا فلان روستا هست اصلا دکتر نداره و مردمش از دکتر بعدشون میاد و دکتر رو چیز نحسی میدونن. یه اوه. یه آخوندی اونجا قبلا بوده برای اینکه از مردم پول بگیره و مثلا بیماری ها رو با چرت و پرت و اینو درمان کنه، به دروغ گفته بوده که مثلا اینا داروهای شیمیایی میدن شما رو نابارور میکنن، بعد اگه خدا وای میخواست اصلا شما وای. رو مریض نمیکرد، حالا که مریض شدید باید بگردید ببینید چه گناهی انجام میدادید، کفارش رو ضبط بدید. تموم شد؟ چی؟ ضبط داره میشه هنوز؟ ای وای خوب شد گفتی ای وای. خب یه لحظه وایسا ببین این بالا این تگ اینو که میزنی این مباحثشو میاره دیگه. خب الان مثلا آره. ما کدومو خوندیم؟ الان ببین کل نفرولوژی آورد. حالا بزنیم رو سنگا. الان این چهار چه پنج تایی بامزه. که سنگ برداشتیم آره برمیداره. اوکی اینجوری هم مرور بکن، لحظه آخر یه چند دقیقه مونده به امتحانت این آره. شکلی مرور کن. خب بگو الان.